نماز یکی از شما گفتار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم همون قدر رکوعشان طولانی بود است که با مقدار 50 آیتی که من شما در یک رکعت میخوانیم رسول الله رکوع همون قدر میستاد است. مقدار 50 آیت در رکوع میستاد است. یا الله، ما در 3 بار سبحان ربی الاعلی بی‌طاقت میشیم، در 3 بار سبحان ربی العظیم بی‌طاقت میشیم. دیدی رسول الله مقدار 50 آیت در رکوعشان میستادیم. سبحان چه ربی العظیم به مقدار انمین 50 آیت. قبل از اینکه سر را از سجده بلند فرماید و قبل از نماز صبح 2 رکعت نماز چی سنت میخواندند. سپس به طرف راست میخوابیدند تا اینکه مؤذن برای نماز صبح به خدمتش می آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینه قاعده تهجد خوانی شان این بود که تا سحر نمیخواندند. یه مقدار شب 11 رکعت نماز را خیلی با خشوع و خضوع و مقدار 50 آیت در رکوع می‌ایستادن. هرچند که با شوق و ذوق عبادت می‌کردند که شب که طولانی بود با وقت میمان رسول اکرم یه زمان همه خیلی بالای جلوشون بالای جلوی نماز میخوابیدن. همه خیلی بالای چی جلوشون میمدن و میخواب میرفتن به طرف راست تا اینکه مؤذن یعنی حضرت بلال رضی الله عنه حی علی الصلاة میگفت. چون مهرین داشتن، مهرین رسول باز بود، آواز بلال که در گوششان میرسید پیامبر صلی الله علیه و آله میخواستن تارت نمیکردن، نماز صبح آماده نماز صبح میشدن. یعنی میشه که من و شما این حدیث معلوم شد که اول شب خواب بریم، بعد نماز رکعت نماز نفل خوانیم و خواب رویم، در دل شب ساعتهای 2 خیزیم تهجد بخوانیم. با اگر یکان وقتی باشه، اگر وقتی معین 20 منوت نیم ساعت باشه با کمک که دیگه خواب کنیم، باز گشته بکنیم، با تارت کنیم، بعد صلاتی بامداد خوریم با مسجدیم. این نور علی نور شدن میگیرد. یعنی عبادت بالای عبادت شدن میگیرد. و کان صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل مثنى و یوتر برکعتین. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب را 2 رکعت می‌خواند. یعنی همه حالت نه هر کسی که نماز شب می‌خواند 2 تا بخواند. بعضی ها اختلاکی میکنند 4 تایی می‌خوانند، اما 2 تا بخوانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 تا خوانده است. یعنی مثل نماز تراویح تهجد هم 2 رکعت از 2 رکعت سر میشه، اخیرش تو 12 رکعت. نماز شب را 2 رکعت می‌خواند و در آخر 1 رکعت نماز ویتر می‌خواند. امام شافعی رحمت الله در مذهب شافعی ویتر 1 رکعت. اصلا نماز ویتر نماز طاق است، نماز شب است. اگر حرم بیت الله هم نگاه کنید، آنها 2 رکعت می‌خوانند، قرده می‌کنند، خب سلام می‌دهند، بعد از این می‌خوانند 1 رکعت طاق می‌خوانند. 1 رکعت طاق نماز چی ویتر می‌خوانند. رسول صلی الله علیه و سلم می‌خوانند 11 رکعت نماز تهجد شد و 1 رکعت نماز ویتر چند رکعت شد؟ 12 رکعت. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این حدیث هم در ماه رمضان چندین بار برای شما بیان کرده بودم. پیغمبر خدا میگوید من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی رمضان را با ایمان به پا دارد و در انتظار ثواب باشد، خدا گناهان گذشته‌اش را میبخشد. یعنی نماز تراویح را اقامت کند، هم روزش بگیرد همچی تراویح بخواند. شرح حدیث چی میگوید؟ کسی من قام رمضان ایمانا، هر کی قابل کند رمضان را از روی ایمان و احتسابا و بقا دارد و از روی ایمان و اخلاص روزه بگیرد. روزه هایی که من شما گرفتیم دعا باید کرد که پروردگار همین روزه های من شما از روی ایمان اخلاص باشد، نه که خیال نمیکنم که اکثر مردم روزهاشون از روی ایمان اخلاص باشد.
چون روزه‌ای که از روی ایمان و اخلاص نباشد او خود معلوم است صاحبش هم چی؟ شفاعت نمی‌کند روزش. شخصی که روزش منقام روزه الهی باشد، روزه به خاطر خدا باشد، از روی ایمانداری و از روی ترس خدا و از روی اخلاص و محبت باشد، پروردگار چی گفت؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه گذشته می‌بخشید. لیکن چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک گروه روزه‌داران را چی گفت؟ نفرت کرد. یک گروه شخصیت‌هایی که روزه دارن نفرت شان کرد. او زمانی که بالای منبر برآمد پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین زینه منبر پا ماندند، پیغمبر گرامی قدر اسلام به اختیار آمین گفتند. دویم زینه را پا ماندند آمین، سوم زینه را پا ماندند آمین، یعنی توقف کرده بالای منبر شان آمدند. علت چی بود؟ علت این بود برادران عزیز که هر زینه منبر جبرائیل توقف کنانید رسول الله را من کرد. جبرائیل ذات است که او را به چشم سر بصارت مردم عادی دیگه نمیتوانند. هر بار که جبرائیل علیه السلام نزد رسول الله میآمد در صورت دهیه کلبی میآمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم. او را هیچ کس نمیشناختند، خیال میکردند دهیه کلبی است. آمد توقف کنانیدش. علت توقف کردن چی بود؟ گفت یا رسول الله خدا با تو سلام گفت، بعد از سلام فرمود که خداوند نیست کند، خدا هلاک گرداند شخصیتی را که روزه میگیرد، صبحیدن نیت میکند، سحرخوری میکند و از طرف بیگاه چی؟ از ثواب روزه محروم است. خدای بنده را هلاک کند. رسول الله گفت آمین. گفت آمین. دویم زینه را پا ماند، گفت یا رسول الله خدا به تو سلام گفت، بعد از سلام گفت که خدا هلاک کند شخصیتی را که پدر یا مادرش از در می‌درد، فرزند پای دراز چی در محضر پدر و مادر در جمع نمی‌کند. خدا خیلی فرزند را هلاک کند، دفع کند به عیب دنیا. رسول الله گفت آمین. سوم گفت محمد گفت جانی من خدا به تو سلام گفت، بعد از سلام فرمود که خدا هلاک کند، نیست کند، از زمین برداشته کند همون امتی را که نام شما را میشنود در هر محفل و مجلس و از روی کینه‌ای که بر شما دارد و شما صلوات نمیفرستد. گفت خدا این را هلاک کند. گفتم آمین. شرح حدیث چی میگه؟ ببینه میگه که دعا را کی کرد؟ آمین کی گفت؟ آیا این دعا قبول نشده میماند؟ سوال برای شما مردم، دعا ما از یک آدم متقی، از یک آدم پرهیزگار، از یک آدمی که دارای صفتهای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارد، مثل شان مخدوم و دیگر صله دارد، ریش دارد، تقوا دارد، ایمان دارد، وقتی نماز میلیون میشینه از اون امید داریم که دعا بکنه تا که دعاش خدا قبول کنه. چون صفت ظاهریش بر رسول الله ماننده، ما میگیم این آدم دعا کنه تا دعای را خدا قبول کنه. ریسفه خدا دعاش قبول میکنه، کمپیر خدا دعاش قبول میکنه، پدر دعاش قبول میکنه، مادر قبول میکنه، مظلوم قبول میکنه. اتقی دعوت المظلوم. حضرت معاذ بن جبل گفت ای معاذ بن جبل خودت را از دعای مظلوم نگه دار، زیرا که بین مظلوم و خداوند حجاب پرده وجود ندارد. زود است که دعاش مقبول میشود، سینه ای تو را تیکه و پاره میکنه، تیر مظلوم میرسد. گفت احتیاط کن. این معنی شما قبول میشود. لیکن راوی حدیث چی میگه؟ شما با تصور کنید که ما از یک آدمی با تقوا امید قبولیت دعا داریم، حال آن که دعا را جبرائیل فرستاده، پیکی وحی محمد صلی الله علیه و سلم میگه آمین. چگونه این دعا دیگر مقبول شود؟ بنابراین آنهایی که روزه داشتند و در روزه سهلنگاری کردند، این رمضان که رفت لیکن از ثواب رمضان محروم شدند. خدا پناه دهد که من و شما از زمره کسانی نباشند که روزمون تباه و ویران شده باشند.